نگاه میکردم که یک صدا، یک ناله، یک غلغله میگه به گوشم شنیده شد که این طرف و طرف نگاه کردم، از هر کجا چیزی نمیدیدم. ناگاه نگاه کردم که درهای آسمان کشاده شد، همونطور یک خیمه نورانه سفید از آسمان به زمین آمد. جبرائیل علیه السلام در زمین در بالای قمستان بود. خیمه آمد، در اوج حضرت آدم صفی الله، حضرت شیس، حضرت نوح همه جمع بدن آمدن. به مجرد که پا را در دشت کرب بلا در بالای قم و بیابان نهادن، جبرائیل آواز کرد که بیا، گفت مرحبا بک یا آدم صفی الله و الصلاة و السلام علیک یا صفی الله. حضرت آدم صفی الله نزدیک شد به درون خیمه، از خیمه بیرون شد. این 49 نفره به مثل مرده خوابیده بودن. میگم من میدیدم. آدم قبای سبز بر تن داشت، و میان خمیده بریش سفید با اشک ریزان. وقتی که نزدیک شد قدم هاش چنان میمان که میگه خیال میکردم که حاضی به زمین میافته یا زمان دیگه. با حضرت شیس و حضرت نوح نزدیک شد، آمد میگه سر حضرت امام حسین از تغاره گرفت، میگه او را بوسه کرد و لعنت بر این کشندگان تو. اون دل چخیل دل هست، دلی که از سنگ خارا هست که چخیل او دل شد که به شمشیر ای سر برید. او را به جایش گذاشت، با اشک ریزان در همون بیابان دشت کرب بلا یک طرف ایستاد. بعدن باز یک نور پیدا شد. میگه خیمه قطعی دیدیم که حضرت ابراهیم علیه السلام آمد. حضرت ابراهیم شخص زیبا با میجه های دراز، ابروان خشرو آمد. او هم قدم زد و آمد سر بوسه کرد و او را به یک طرف گذاشت. پیغمبران همه یک پی هم آمدن میگرفت تا اخیران که حضرت عیسی علیه السلام آمد. حضرت عیسی هم آمد سر بوسه کرده به یک طرف گذاشت. حضرت عیسی جوان 33 ساله یاش بودن. بعدن میگه همه عددی پیغمبرها را کسی گفته نمیتواند که اگر چنده که کتاب های اغلق 24,000 میگن، اما این تحقیق نیست، اما این حقیقت. همه پیغمبرها صف زده در همون بیابان دشت کربلا ایستاده بودن که ناگاه میگه نگاه کردم که آسمان از مشرق تا به مغرب همین تدرش کشاده شد، نوری زیاده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اگر چنده که در حال حیاتم دیدگی نبودم رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف راستش علی رضی الله تعالی عنه، از طرف چپش دیگر صحابه ها بودن. حضرت خدیجه مادرمان، حضرت فاطمه زهرا از قفای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن. اونها از خیمه خارج شدن، همه با بالای قمیصان، همه پیغمبران اول العزم، همه انبیا و مرسلین در اونجا حاضر بودن، همه سرها پایان همه اشک میریزوندن. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در براق نشسته بودند، چهره مبارک غم آلود، موی سر مبارک پریشان شانه نو کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای براق بودند. وقتی که همه صف کشیده بودند به زمین که همه خم بیدن، یگان کس از پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به آدابی نمیکرد، پیش هم نمیگذشت. همه که براق با بالای دشت کرب و بلا که نشست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بالای براق پای مبارک به بالای همه قمیستان دشت کرب و بلا نهاد. حضرت خدیجه مادرمان، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها که
دیگر ازواج مطهرات حضرت فاطمه رضی الله عنها را از کتف مبارک داشته بودن که حتی قدرت راست ایستادن نداشت. ازواج مطهرات در گرد فاطمه بودن، هیچ کس پیش نمی آمد. علی رضی الله عنه با چهره خزان با اشک ریزان از قفای رسول الله ایستاده بود. همه ایره همه بدبخت میگه به چشم سرم دیده ایستاده بود. میگه بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه که از براق پای مبارکه که به دشت کربلا نهاد خنبی سر میگه با چشمام دیدم که از همه تشت از همه تغاره میگه جر شد. 70 قدم جر شده با خونی ریزان و اشکی ریزان خودش آمده پشت پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوسه کرد. همون سری بیتن با اشکهای ریزان و خونی ریزان پشت پای مبارک رسول الله را بوسه کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی نگاه نمیکرد، و اهل اصحاب نگاه نمیکرد، به ازواج مطهرات نگاه نمیکرد، به جبرائیل نگاه نمیکرد. بعدا همه چشم ها دوخته فقط به رسول الله نگاه میکردن، همه اشک میریزوندن. 70,000 فرشته در او دشت کربلا ناله و خروش میکردن. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون سر وقتی که پشت پاشه که بوسه کرد از زمین برداشت، سر برداشت، نگاه کرد که چهره ها موی سر پریشان خونالود، همه رو خونالود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موی سر شد به طرف فرق کرد و از پیشانش بوسه کرد. همون سری بیتن با قدرت الهی میگه به زبان فصیح میگه دیدم که اشکهاش جاری شد. گفت که ای بابا، گفت ای جدی بزرگوار، همون امتانه که شب و روز امتی میگفتی دیدی که به من چی کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم سر گرفتن. بعدا فرشته آمد و را از دست مبارکه رسول الله گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دورتر رفتن و یک کرسی در اوج فرشته آورد. پیدا شد که پیغمبر بر او کرسی نشسته بود. پیغمبر بر او کرسی نشسته بود. جبرائیل علیه السلام آمد گفت که یا رسول الله، اگر اجازه شما باشد، گفت به مثل قوم لوط واری همین قوم از زمین قطی بریده برداشته به بالا برم سرکلپا با قرد. گفت نه. رسول الله گفت نه، این واقعی هست که در حالت خردسالی اونها جبرائیل به من خبر دادگی بود. ای جبرائیل، گفت نه، اینها را به مثل قوم لوط نکن تا که در حق امتم دعای بدی نکردم. بعدا جبرائیل علیه السلام ساکت شد. هر یکی می آمدن. حضرت فاطمه زهرا بعدا نزدیک شد و اون سرگر رو بوسه می کرد و چهره مبارکه امام حسین نگاه می کرد و به یک پارچه لطه بود که همون روحای خونالودی اون پاک می کرد. ازواج مطهرات حاضر بودن. خدیجه کبرا حاضر بود که هیچ کس در اون ساعت به یکدیگر نگاه نمی کرد، حال یکدیگر را نمی پرسید و غیر از اشک ریزوندن. بعدا میگه فرشته ها که اجازت پرسیدن، پیغمبر اجازت نداد، اما یک گروه فرشته حاضر شدن پنهان از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدن. گرزه های آتشین داشتن. همه 49 نفره که 50 نفره که ما بوده میگه خواب بودن مست. هر کدام شکی یک گرز به بالاش که میزد میگه یک مش خاکستر میسوخت. یک تا زده آمدن میگه نوبت وقتی که به من شد میگه مرا نگاه کردن که من اشک ریزونده ایسم. الامان یا رسول الله، میگه گفتم که اول فرشته ها میگه مرا از هر کتفام برداشتن کشاله کرده و نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آوردن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که تو کی هستی؟ تو برای چی به قوم هستی؟ گفت که یا رسول الله، من محبی تو هستم، من دوستدار تو هستم، من محبی
اهل بیت تو هستم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بارها در حدیث گفتگی بود که الحسین منی و انا منه، حسین از من است و من از حسین هستم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من احبه فقد احبنی و من ابغضه فقد ابغضنی. پیغمبر میگه حسین از من است، من از حسین هستم. من احبه، کسی که حسین دوست بدارد او مرا دوست داشته است، و من ابغضه فقط ابغضنی، کسی که حسین بد ببینه او مرا بد دیده است. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که تو در همون حالت بودی؟ گفت که بودم. تو در همون حالت بودی که تیرباران کردن فرزند مرا؟ گفت که بودم. تو در همون حالت بود که سری مبارکه را جدا کردن؟ گفت که بودم. گفت برای چی مدد نکردی؟ 70 نفری از یاران حضرت امام حسین شربت شهادت چشیدن، اما تو چی؟ به خاطر دنیای 5 روزه، به خاطر که تو وظیفه‌دار هستی، به خاطر پول حرام و منصب، تو از بحر همین فرزندی ما گذشتی؟ بعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نگاه میکرد، یک تشت در پیش پیغمبر بود که پر از خون سرخ بود. گفت که نمی خون فرزند من است. گفت هر یک قطره او را فرشته ها جمع کرده آوردن. گفت بعدا او را گفت که از نزد من دور بشو. گفت از نزد من گفت دور بشو که من تو را دیگر نببینم. از نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه دور شدم. وقتی که دور شدم میگه سحر که خیستن 49 نفر که خاکستر دیدن، در اونجا عهد بستن که در یگان جایی را قایل نشین نگین، در یگان جا در بین مردم نگین که تا که مردم رو به اسلام نیارد. گفته از اما وقتش کافر منافق کار شمی بود. بعدا سر گرفتن، سراسیمه با طرفی عبیدالله ابن زیاد به طرفی یزید روان شدن.